سلام دوستان، باز دوباره اومدیم با یک کلیپ جنجالی و تحلیلی در مورد بازی امشب رئال و بارسا. بازی فینال جنجالی واقعا. به نظر خودم که بارسلونا میبره، چون من بارسلونایی هستم. نه بابا، رئال میبره. خب فعلا حرف نزن ببینم. بارسلونا به دلیل اینکه چند بازی اخیر رو برده، به نظر من میبره. حالا هرچند لواندوفسکی تو ترکیب نیست ولی خب مهاجمای سرسختی داره مثل یامال و رافینیو. هافبکاش هم اولمو چند تا از هافبکای دیگه. خب ابولی به نظرت بارسا میبره یا رئال؟ رئال، چون 100% من طرفدار رئالم، میگم رئال میبره. حالا با اینکه شما میگید لواندوفسکی رو ندارید، ما هم امباپه رو نداریم، یعنی بهونه نمیشه که بگیم ما هم مهاجم نوکمون رو نداریم امشب. ولی به هر حال من چون رئالی ام، حالا قطعی رئالی هم نباشم نداره، کلا رئال میبره. هر جوری حساب کنی، حالا دو بازی قبلی رو ول کنید که بارسا برده، ما هم برده شگفت انگیز مثل همون 11-1 رو داریم. حالا نظر در مورد 11-1 چیه؟ خدا داشت واسه این بازی که نمیتونی در مورد اون 11-1 تصمیم بگیری، درسته؟ خیلی زیادی بودن که تو قدیم بودن، خب حالا کاری نداریم. بله، به دلیل اینکه بازیکنای اون موقع با بازیکنای این الان خیلی فرق کردن. بازیکنای قوی رئال از اون موقع تا الان خیلی فرقای بسیار زیادی داشتن. خب حالا بگذاریم از این. در مورد نتیجه بازی ابوالفضل میتونی برامون بگی؟ خب حالا من بدون تعصب بخوام نتیجه رو بگم، به نظر من 3-2 رئال مادرید، حالا با اختلاف یک گل، یا 3-2 یا 2-1، ولی همون 3-2 به نظر من نتیجه این بازی میتونه باشه. خب به نظر من بارسا میبره. به نظر من طبق بازی‌های اخیر و نتیجه هایی که بارسا با تیمای مثل تو لیگ اسپانیا یا لیگ‌های دیگه مثل اروپا داشته، به نظر من بارسا میبره. حالا گلش هم نمیدونم، ولی قطعا بارسا میبره. 3-2 3-4-3، ولی بازی گل داره. رئال هم گل میزنه، بارسلونا هم گل میزنه. خب ممنونم ازت کامیاب که تو این ویدیو ما رو همراهی کردی. همینطور دوستان عزیز، نتیجه بازی رو تو کامنت ها برای ما پیش بینی کنید. کسی که نتیجه دقیق بازی رو اولین نفر پیش بینی دقیق کنه یه جای هدیه نفیس از طرف کانال پیش بینی مرگبار دریافت میکنه. خیلی دوستتون داریم. سابسکرایب کنید، زنگوله فعال کنید که اگه ویدیو جدیدی منتشر شد شما اولین نفری باشید که اونو میبینید. خدا حافظ. ممنون از دوستان.